یه سوال میپرسم خانوما جواب بدن. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مقصودش از مست چی بوده؟ استاد اجازه؟ عشق الهی؟ شما بفرما. من میدونم، دوست پسری که به جز تو با چند نفر دیگه هم هست. نه ظاهرا تو دانشگاه با شما داستان داریم. یه شعری میگم ببینم کی بلده ادامه‌شو بگه. تو رفتی ولی فکر تو دهنده من با قیافت. گفتم قیافت. کی بلده قافیه یعنی چی؟ اجازه یعنی بس دیگه. چطور مثلا؟ ما یه رفیق داریم هر موقع براش زیاد میریزیم میگه قافیه. دهنم من دراز. مهدی تبریزی تو فردوسی هم میشناسی؟ اسمی نه ولی قیافتن چرا؟ بس دیگه آقا بس. دمت گرم، دست درد نکنه. بریم سراغ زبان فارسی. زبان فارسی خوراکمونه دیگه. خدا ببخشیم بازی دست دادم من. آخ قلبم ببخشید. ماضی بعید یعنی چی؟ یه مثالی هم برام بزنید. چشای داداش من دیروز به شما پول دادم. بعیده؟ آفرین، هم گذشته است هم بعیده. دهنتون رو ببندید لطفا. زدی زد. بعدش چی میشه؟ بعدش کلانتریه چون یارو دیگه بگیره.